سلام به بچه‌های فری فایر. باز امروز منم با یک ویدیوی آموزشی خفن. قبل از اینکه ویدیو شروع کنم حتما کانال من سابسکرایب کنید و سابسکرایبر اون رو 20 تا رسونید که بازم کلی ویدیو خفن بذارم اگه آموزش میخواد. امروز منم با آموزش کملک کردن روی گرافیک اولترا رو براتون بذارم. دیگه بهتر از من دیگه کسی نیستش که این آموزش رو بیاد برای شما بذاره، که خیلی نمیاد همین آموزش برای شما بذارم. رم گوشی من حالا حدوداً 1.5 یا همون 2 هستش، حالا نمیدونم. اصلا چرا جواب نمیدی؟ What the hacking you؟ حالا ولش کن. شما میرید تو ستینگ روی دیسپلی و بر شما یه اسمارت یا روی استاندارد هستش، میرید رو گرافیک اولترا میزنید، یعنی آخریه، و میزنید روی این گزینه پرفورمنس مود و آنش میکنید و بریم که براتون تستم بزنیم که ببینیم آقا کار میکنه. من الان ویدیو میگیرم اینجوری لگه و گوشیم خب رمش یک تقصیر حالا دیگه. من دارم با این گوشی تولید محتوا میکنم، واقعا سخت رم ادیت زدن به خدا به زور میاره. حالا برو بریم اینجا استارت رو میزنم، میخوام بگیرم میگه رفتش تو گیم. و بچه ها اگه میخوایی موضوع از این ویدیو بزنم حتما زیر کامنت کانال یوتیوب اونو بگید دیگه. دمتون گرم. مشترکه بابا. اسم منه دیان نیام جلوی چشایم دیان نیام می دختره ای بی حیام. اینم از تستش دیگه. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه تا ویدیو بعد. بای بای.